چیزی که بچه واسه این جلسه داریم و یه مطلب ساده هستش، اگر خوب متوجه باشید میتونیم سریع ازش بگذاریم، اگر نه گیر میکنیم. یه بچه آخرین مطلب اعداد گویاست این قسمت و بهش میگن مجموع کسرهای نامتناهی. مجموع نامتناهی، درست، با رنگ زرد بنویسیم. مجموع کسرهای نامتناهی. خب نامتناهی هم که دیروز گفتیم یعنی چی دیگه؟ یعنی بدون پایان. اصلا این نامتناهی وقتی میگیم یعنی پایان نداره و اینجوری نمیشیم بدون پایان. خب این از چجوریه بچه‌ها؟ هدف ما توی این جلسه به دست آوردن یه حاصل جمع این شکلیه. هدف به دست آوردن حاصل، مثلا فرض کنید یه همچین شکلیه، اسمش A باشه، 1 به اضافه 1/5 به اضافه 1/25، یه همچین چیزی رو شما فرض کنید میخواید به دست بیارید، ولی این تا بی‌نهایت میره. یه الگویی داره دیگه، شما الگوشو میتونید تشخیص بدید که این ضرب در 1/5 داره میشه، هی میره جلو. نسبت اینها 1/5، یعنی اگر من 1 رو ضرب در 1/5 کنم میشه 1/5 بعدی. این نسبت اینا 1/5 ثابت نسبتش. بعدی دوباره 1/5 ضرب در چی کنم بشه 1/25 ضرب در 1/5 بکنم دوباره. این نسبت بین همه این جمله ها ثابت. دوباره اینم ضرب در 1/5 میشه بعدی. خب آفرین. مرندی فرمولم داریم، فرمول آخرش میگیم آقای مرندی. یه فرمولم داره. اول میخوام روش عادیشو بگم، یه دونه فرمول داره که فرمولش هم میگیم. بعد شما توی امتحان تشریحی سعی کنید از روش تشریحش برید، فرمولیش نرید که اون نمره نمیگیره. خب حالا روش عادیش چیه؟ من میخوام جمع اینو به دست بیارم. آقا این تا بی‌نهایت میره دیگه، من که نمیتونم تا بی‌نهایت مخرج مشترک بگیرم. خب من تا یه جایی رو میتونم پیش برم، دیگه بی‌نهایتی دیگه نمیتونم قطعاً مخرج مشترک بگیرم. خب چیکار میکنم؟ میگم آقا روش کلیش اینجا میگم، حاضر غایب کردیم. بله روش کلیش اینجا میگم، بعد میریم این سوال حل میکنیم، به دست میاریم. هر مجموعه نامتناهی رو نمیتونیم به دست بیاریم بچه‌ها، بعضیاشو میتونیم به دست بیاریم. اینجا مینویسم در بعضی از مجموعهای نامتناهی با ضرب عددی مناسب در عبارت، در بعضی از مجموعهای نامتناهی از اعداد با ضرب عددی مناسب در کل عبارت، که اون عدد مناسبه، این کل عبارت رو پاک کنم، با ضرب عدد مناسب داخل پرانتز. عدد مناسب معمولاً این که تو چی ضرب کنیم، بچه‌ها واسهشون سواله دیگه، میگم ما تو چی ضرب کنیم. معمولاً اینه که معکوس نسبت اعداد ضرب میشه. معمولاً این عدد مناسب معکوس نسبت اعداده که اون بالا مثلا 1/5 ضرب در 5 میشه. معمولاً معکوس نسبت اعداد هستش. در بعضی از مجموعهای نامتناهی از اعداد با ضرب عددی مناسب، معمولا معکوس نسبت اعداد در کل عبارت، خب تا همینجا شما بنویسم، بعد فارسیشو بعدش می‌نویسم دوباره. من A هم این بود دیگه، فرض کنید می‌خواستم اینو به دست بیارم. الان معکوس کل عبارت هم که تشخیص دادم، معکوس نسبت عددها. نسبت عددها 1/5، معکوسش 5. من کل این عبارت رو ضرب در 5 می‌کنم بچه‌ها.
کل اینو هر دو طرفش رو ضرب در 5 میکنم، نه یک طرفش رو. حواستون باشه هر دو طرف رو باید ضرب در مثلا این عدد 5 بکنید. این عدد 5 رو از کجا بفهمیم چنده؟ اینجا گفتم معمولا معکوس نسبت اعداده. اینجا نسبت اعداد یک پنجم یک پنجم تا بود. حواستون باشه نگید 5 تا 5 تا 5 تا 5 تا مخرجا تو هم ضرب شده. کل این عبارت ضرب در یک پنجم شده، بعدیشو تشکیل داده. حالا من دو طرف رو ضرب در معکوس نسبت اعداد کردم، یعنی ضرب در 5 کردم. سمت چپ آ ضرب در 5 میشه خب 5 آ، مشخصه. سمت راستم ضرب در 5 کنم، اولش اینجوری می‌نویسم، بعدش پخش میکنم 5 رو داخل هر کدوم از این عبارت ها. اینه دیگه. من الان میخوام 5 رو داخل کل این عبارت چیه توضیح کنم، ضرب کنم. چجوری؟ 5 تو کل اینا ضرب میشه دیگه، فقط تو اولی حواستون باشه ضرب نکنید، تو همه اینا ضرب میشه. این 5 تو این ضرب میشه چون پرانتز دیگه، این 5 تو بعدی ضرب میشه تا اون آخریه که بی‌نهایت هم هستش، تا اونم ضرب میشه 5. خب حالا چی تشکیل میده، چی به ما میده، چی به درد ما میخوره؟ من میگم آقا این 5 که خودش هست هیچ، این 5 ضرب در یک بشه میشه 5، این 5 ضرب در یک پنجم بشه میشه 5 پنجم. الان میگم به چه دردی میخوره این بچه‌ها این کاری که دارن میکنن، به چه دردی میخوره. 5 25م 5 ضرب در یک 25م میشه 5 25م، همینجوری تا آخر 5 125م میریم جلو تا آخر، همه صورت‌ها یه 5 اضافه میشه. خب حالا من اگر اینو ساده کنم بچه‌ها، این عبارت سمت راست رو ساده کنم، نگاه کنید 50 ساده میشه دیگه با مخرجاشون. سمت چپ که فعلا دست نمیزنیم، اسمش همون 5 بمونه. سمت چپ 5 اولی که هیچ، 5 پنجم اسمش چیه؟ یک، ساده کنیم. 5 25م به 5 ساده کنیم میشود 1 پنجم. 5 125م به 5 ساده کنیم میشه 1 25م. بعد یه چیز جالب اینجا برمیخوریم بچه‌ها. اون چیز جالب چیه؟ دوباره آ تشکیل شد. آ چی بود؟ 1 به اضافه 1 پنجم به اضافه 1 25م به اضافه 1 125م مگه نبود؟ این آ بود دیگه. من وقتی ضرب در 5 کردم دو طرفو، بعد میگم دوباره اینجا آ تشکیل شد. نگاه کنید اینها. از 1 به بعد اسمش همون آ دیگه، دوباره آ تشکیل شد. با این کار من از شر این بی‌نهایت خلاص میشم. من بی‌نهایت رو نمیفهمم، نمیتونم بی‌نهایت رو درک کنم. چه جوری بی‌نهایت مخرج مشترک بیام؟ نه، بعد یه جوری از شرش خلاص شدم. چه جوری خلاص شدم؟ اومدم کلش رو ضرب در معکوس نسبت اعداد کردم، ضرب در 5 کردم، بعد یه دونه ضرب کردم، ساده کردم، فهمیدم از جمله دوم به بعد دوباره خود آه. خب این دیگه از بعد کار من خیلی آسون میشه دیگه. چرا کار من خیلی آسون میشه؟ یعنی با بی‌نهایت سر کار ندارم. الان سمت چپ من 5 سمت راست من یه دونه 5 اضافه شد اینجا، یعنی یه 5 تشکیل شد، یه دونه هم آ هستش. خب من این معادله رو دیگه مثل با چشم بسته حل میکنم دیگه. این معادله رو آ رو میبرم اونور، علاماتش منفی میشه، 5 منهای آ میشه 4 شده 5. خب این 4 رو زیرش می‌نویسم. از فصل عبارت‌های جبری یادتونه سال پیش دیگه، 5 تا سیب منهای یه دونه سیب میشه 4 تا سیب، 5 تا آ منهای یه دونه آ میشه 4 تا آ مساوی 5. بعد a میشه 5/4. ببینید الان من a رو به سادگی به دست آوردم شد 5/4. یعنی کل این عبارت به این بزرگی 1 به اضافه 1 پنجم 1 25م 1 125م تا 1 تقسیم بر بی‌نهایت، اگر کلش رو ضرب در 5 کنم آ تشکیل میشه و ساده میکنم. حالا این فارسی شما اگه بخوام اینجا ادامه‌اش رو بنویسم، من اینو یه ذره بیارم پایین‌تر بعد جواب سوالتون رو میدم. بیاد یه 2 خط پایین. خب در بعضی از مجموعه‌های نامتناهی از اعداد با ضرب عددی مناسب، معمولاً معکوس نسبت اعداد در کل عبارت در سمت راست عبارت اولیه دوباره ظاهر می شود. عبارت اصلی یا همون آ داخل همون آ، اسمش آ گذاشته بودیم دیگه، دوباره تشکیل می شود. حالا ظاهر می شود خوب نیست، تشکیل می شود و می توان با حل معادله به دست آمده مقدار آ را به دست آورد. آ چی بود؟ آ اسم کسر بود دیگه.
حالا هرچی آ ایکس یو مقدار آ را به دست آورد. این چیز ساده ایه در کل، اگر دقت کنید این چیز پیچیده و دشواری هم نیست. آ شد 5 4. حالا برگردم ببینم سوال. بچه‌ها سوال یگانه راد بپرس. اینجا رو اگه متوجه نشید هر چی دیگه از اینجا به بعد دیگه هم نمیفهمید. یگانه راد بپرس. سلام، صدای منو داری؟ بله صدای شما رو دارم. استاد من کلش رو فهمیدم، فقط یه جور رو نفهمیدم ها که اومدید 5 رو گفتید مساویه با 5 به علاوه 1 به اضافه 1 5 به علاوه 1 25 و چجوری بعد یک رو آ در نظر گرفتید؟ آ چی بود از اول یگانه راد؟ سوال گفته بود آ چنده؟ قبول داری آ رو خود سوال داده بود اینی که اینجا دورش باکس کشیدم؟ بله. حالا به نظرت این چیزی که من این پایین زیرش آکولات کشیدم با زرد نوشتم ای با این برابره یا نه؟ بله. خب من اسمشو میذارم ای دیگه، چه کاریه دوباره همونجوری بنویسمش؟ اینو خود سوال داده بود ای اسمش. من یه 5 ضرب کردم ساده کردم ا، دوباره آ تشکیل شد. بعد میگم خب من چه کاریه دیگه اینو اینجوری بنویسم، اسمشو میذارم آ دیگه. دستون در نکن. خواهش می‌کنم. هیراد ذبیحی بپرس. آقا خواستم بگم که اگه منفی مثبت باشه نمیتونیم این کار رو بکنیم. اگر اعداد منفی مثبت باشن یعنی نه علامت های پشتش، یعنی همه جمع نباشه یا مثلا منفی باشه، منها باشه، همه منفی. مثبت منفی. اگر همه منفی باشن مثل همین دیگه، نسبتاش یه عدد مثبته. الان یه دونه مثال منفی هم هست. منفی باشه مثل سال 5 تستی مجموع تمرین نمیشه. سوال چند تستی مجموع تمرین گفتی؟ 5 منفی مثبت. بذار بیارم من اینجا تو گوشیم. 5 تستی اونم حلش کنیم واسه تو. 50 نه 50. 50 بله الان پیداش می‌کنم. خب الان بریم پایین اینم حلش کنیم. اینو الان حلش می‌کنم زبی. بچه‌ها تو این قسمت اگر کسی چیزی نفهمیده بگه ها همینجا. الان میرم بعدی از همینا میخوام استفاده کنم. خب اگر کسی چیزی اینجا متوجه نشده بپرسه. خب خدا رو شکر یا همه متوجه شدن یا همه خوابن. از این دو حالت خارج نیستش. خب ادامه میدیم. مثال 50 مجموع تمرینم زبی گفت به عنوان مثال دوم حل کنیم که منفیاش هم ببینید چجوریه. مثال 2. سوال میگه چی؟ سوال میگه حالا میگه حاصل این عبارت رو به دست بیارید دیگه، خلاصش این میشه. حاصل مجموع اعداد روبرو را محاسبه کنید. خب آقای مرندی میگن گزینه 4 میشه. بذار بریم جلو ببینیم میشه یا نه. حاصل مجموع اعداد روبرو را میگیم میشه منفی 2. خب بذار بریم ببینیم چی میشه. حاصل مجموع اعداد روبرو را محاسبه کنید. خب چیه اعداد؟ این A مساوی است با 1 منهای 1 دوم بعدی به اضافه 1 چهارم بعدی احتمالا منهای 1 هشتم بله و 3 نقطه. خب من الان باید تشخیص بدم نسبت این اعداد چند. این از همه مهمتره. من اول 1 رو می‌نویسم 1 یکم که همه متوجه بشن چیه. خب من الان اگر 1 یکم بچه‌ها ضرب در چی کنم بشه منفی 1 دوم. صبی هیرات خودت بگو. داره منفی 1 دوم. خیلی خوب. حالا قبول داری من منفی 1 دوم اینجا جمله دوم ضرب در چی کنم بشه 1 چهارم؟ منفی 1 دوم. خیلی خوب دیگه. چرا؟ چون منفی در منفی مثبت میشه مثبت 1 چهارم دیگه، درسته؟ بله. و سومیش منفی. آره همش منفی. پس نسبت من چیه؟ نسبت ثابتیه. اوکی. یعنی همه اعداد رو ضرب منفی 2 کنیم. گفته بودم معمولا بریم ببینیم میشه یا نمیشه.
این بالا من اینجا داخل پرانتز نوشته بودم معمولا معکوس نسبت اعداد ضرب می‌کنیم. یه جایی شاید نشه. بریم ببینیم اینجا از اون جایی که میشه یا نمیشه. اینجا باید مغز رو به کار بندازید بچه‌ها که میشه یا نمیشه. خب من میگم آقا اینو اول اگر ضرب در -2 کنم کلشو، یعنی ضرب در معکوس نسبت اعداد یعنی -2، کلشو اگر ضرب در -2 کنم ببینم میشه یا نه. منم فعلا نمیدونم میشه یا نه بچه‌ها. بریم جلو با هم ببینیم درست در میاد یا نه. خب سمت چپ میشه -2 درسته؟ سمت راست هم میشه -2 ضرب در این عبارت. خب حالا من این -2 رو پخش میکنم این داخل یعنی -2 تو همه اینها چیه؟ ضرب میشه تا آخر. خب -2 ضرب در اولی بشه میشه -2 یکم. ضرب در دومی بشه میشه -2 دوم. حواستون به علامتایی که دارم میگم باشه، چون منفیه داره ضرب میشه علامت‌ها رو همه رو تغییر میده. -2 ضرب در 1/4 میشه -2 چهارم. ضرب در بعدی بشه میشه -2 هشتم و الی آخر. حواستون به علامت‌ها باشه. آره آرتیما میگه میشه. خب -2 هم که سمت چپ بود. این سمت چپ رو جا میندازن بچه‌ها، یعنی اسمشو A نمیگیرن، همینجوری میگه حاصل عبارت روبرو رو به دست آورید. بعد میاد دانش آموز اینا رو بیخیال میشه، اینا رو سمت چپا رو نمینویسه کلا. بعد میاد ضرب بعد میرسه به این آخر میگه خب من این چیکارش کنم؟ اینو من چجوری حلش کنم؟ خب نصفشو جا انداختی دیگه، نصف نوشته رو ننوشتی. بعد نمیفهمی چی جواب بنویسی. من اینو ساده میکنم بچه‌ها. این -2 بعد 2 دوم مگه 1 نمیشه؟ بنویسم 1. 2 چهارم مگه 1 دوم نمیشه؟ چرا؟ بنویسم 1 دوم. 2 هشتم مگه 1 چهارم نمیشه؟ چرا؟ بنویسم 1 چهارم. ساده میکنم. همون اولم بدون اینکه اینا رو بنویسید میتونستید ساده کنید. من اینجوری نوشتم همه متوجه میشن. سمت چپ چیه؟ -2 دیگه. حالا ببینید آ تشکیل شد یا نشد. اگه نشد یعنی عددی که ضرب کردید اشتباهی یا نمیتونیم حلش کنیم. 1 منهای 1 دوم به اضافه 1 چون بله آقا این همون آه. این همون آه سواله. تشکیل شد. از 1 به بعد اسمشو میذاریم آ. خب میام اینجا این پایین حلش میکنم دیگه. وقتی دیگه از شر بی نهایت خلاص شدم راحت حلش میکنم. -2 که سمت چپه، -2 هم که اینجاست، به جای کل عبارت‌های بقیه‌اش هم گذاشتم آ. خب اینو حلش کنم. اینو دیگه آسون حل میشه دیگه. چجوری؟ آ رو میبرم اونور، علامتش از مثبت میشه چی؟ منفی. -2 منهای آ، -3 دیگه شده -2. کنم کسی اصلا جواب درست رو نگفت. بعد -3 میشه -2. بعد A چی میشه؟ 2/3 میشه دیگه. 3 ضرب این منفی ها که میپره میشه -2 تقسیم بر -3 که میشه 2/3. الان فرمولش هم میگم. خب این از این ضربی دیدی میشه. منفی هم باشه اگه این نسبتشو درست تشخیص داده باشی میشه. خب حالا برم من فرمولم بگم بچه‌ها. همینجا هم تو اولی فرمول بگم هم تو دومی فرمول. خب فرمول بچه‌ها شما تو امتحان استفاده نکنید، توی تستی یا استفاده کنید. فقط اگر سوالی تستی بود میتونید بر فرمول استفاده کنید. این روشی میگم تشریح استفاده. خب روش فرمولی چیه؟ روش فرمولی هم میام بالا کجا بنویسم؟ اینجا بنویسم. اینجا یه فاصله بندازم که روش فرمولی هم بگم. خب اینم از فاصله. روش حل فرمولی. خب روش حل فرمولی چیه؟ میگه آقا به کمک رابطه زیر
می توانیم مجموع جملات نامتناهی را به دست آوریم. فرمول چیه؟ اینه. جمع مساوی است با، یا مجموع مساوی است با اولین عدد یا عدد اول تقسیم بر یک منهای نسبت اعداد. نسبت اعداد. این فرموله. حالا اولی رو بخوام با این حل کنم، عدد اولش چنده؟ مثال اول کجاست؟ اینجاست. بخوام به روش فرمول حل کنم، اینجا روش تشریحیه بچه‌ها. این روش تشریحیه. با این روش آیه واحدی گفته اولین عدد تقسیم بر عدد ثابت منهای یک، نه یک منهای عدد ثابت، برعکس نگید. آیه مرندی گفتن اولی بر روی یک منهای فاصله. آره فاصله یا همون نسبت اعداد، درسته. خب حالا آیه مرندی سوال دارید؟ آقا اولی رو من حل کنم با فرمول. آره اینجا شما بگو روش فرمول من چی؟ این روش تشریحش بود. روش فرمولش چی میشه؟ میشه عدد اول بر روی یک. عدد اول چنده اینجا؟ یک. یک بر روی یک منهای عدد ثابت چنده اینجا؟ یک پنجم دیگه. خب چی میشه؟ اینجا یک رو باید مخرج روشن میشه 4 پنجم. این میشه 4 پنجم. 4 پنجم معکوس میشه 5. هر عددی آفرین، هر عددی تقسیم بر کسب بشه معکوس میشه 5. درست. مرسی مرندی. خب نگاه کنید فرمول با تشریح جوابش یکی در اومد دیگه، یکیه. خب این روش فرمولی، اینم روش تشریح. حالا اگه فرمول دومی با فرمولی حل کنیم، نگاه کنید دوباره اینجا این صورت سواله. من میاد. بله میاد. استاد میشه روش فرمولی یا دیگه توضیح بدید؟ عدد اول تقسیم بر یک منهای نسبت اعداد. الان اینجا توی این عبارت A که من اینجا باکس کشیدم دورش، عدد اول چنده های رنگی؟ یک. نسبت اعداد چنده؟ یک پنجم. یک تقسیم بر یک منهای یک پنجم. اینها یک آقا شما گفتین که اگه معمولا در ضرب معکوس چیز فاصلش توی فرمولش هم معمولا، یا این همیشگیه؟ روش فرمول بچه‌ها اگر اعداد نسبت اعداد بین منفی 1 و 1 باشه همیشه جواب میده. داخل پرانتز می‌نویسم. این حالا مال سالهای بعدیه ولی من می‌نویسم. نسبت اعداد باید بین منفی 1 و 1 باشد. این فرموله همیشه جواب میده. تو سالهای بعدی هم بچه‌ها، تو سالهای بعدی به این مجموعه کسرهای نامتناهی اسم دیگه میگن. خب من اسمشو میگم که شما یادتون باشه یه وقت رفتید بعدن آجباری نو گفته بود. بهش میگن حد مجموع سال بعدی، یعنی تو دهم میخونید اینو. یه وقتی دهم خودم اومدم معلمتون شدم، بهم میگن حد مجموع دنباله هندسی. اینو با این عبارت، با این نوتیشن شما توی دبیرستان خواهید خوند که بهش میگن حد مجموع دنباله هندسی، که اینم فرمولش اینجا اثبات میکنم واسهتون که این از کجا اومده. الان در حد سواد ما نیستش که بگیم این چجوری اومده. این فرمولش ازش میشه استفاده کرد. حالا پس چی شد اسمش؟ حد مجموع دنباله هندسی. شما بهش میگید مجموع کسرهای نامتناهی. اون یه مقداری با کلاس تره دیگه. حالا
این روش تشریحی، روش فرمولی. واسه مثال 2 هم روش تشریحیشو رفتیم. روش فرمولیش اگه بخوام خودم بگم بهتون، دیگه یه عدد گذاری توی فرموله، روش فرمولی رو گفتم بچه‌ها فقط واسه تست میتونید استفاده کنید، سر امتحان واسه تشریحی استفاده نکنید. اگه تستی بود میتونید استفاده کنید. روش فرمولی، عدد اول یکه، اینجا توی آی این سوال یک تقسیم بر یک منهای نسبت اعداد چنده توی این سوال؟ منفی یک دومه دیگه، درسته؟ منفی یک دوم منفی یک دوم تا میره جلو. اینجا پرانتز میذارم، یک منهای منفی یک دوم. چرا یک منهای نسبت بودی؟ پرانتز باید بذارم. خب یک تقسیم بر یک به اضافه یک دوم که میشه سه دوم، میشه یک تقسیم بر سه دوم. قبلا گفتم هر عددی و یک تقسیم بر هر عددی بشود، اون عدد رو معکوس میکند، میشود دو سوم. این دوباره جواب فرمولیمون با جواب تشریحیمون یکی در اومد. اینم روش فرمولی بود. خب سوال بپرسید رانندی. استاد بفرمایید. داشتم روش تشریحی اون مثبت گفتم از اول اون منفی مثبت ها بشه. یه مقداری صدات بد میاد های اون رانندی، جمع آروم میاد. یه مقداری بلندتر صحبت کن و واضح‌تر که من متوجه شم چی فهمیدی. آقا اون منفی مثبت ها رو گفتم که نمیشه اونها رو گفت منفی در آثر میشه منفی چون ضرب نیست. اونو خودم فهمیدم. فقط یه سوال داشتم، تو مجموع تمارین سوال 45 رو آخر سر میشه توضیح بدیم؟ سوال 45 مجموع تمارین. آها این مخرجاش میخواشم میشه تیپ یکم ها صورت ها ثابت نیست. خب این احتمالا باید تبدیل بشه به تیپ نوع 2 دیگه، باید تبدیل بشه به جمع، ولی حلش میکنم. چشم خواهش میکنم. خب یا نه 45 رو ببینم. 45 چیزه؟ تیپ نوع 1. الان میگم بهتون 45 هم میگم، مثالش حل کنم. تیپ نوع 1. خب سوال آقای سرداری سوال بپرسید، بعدش هم آقای رنگی سوال بپرسن. استاد صدای من میاد؟ بله میاد. استاد توی این معادله آخر که منفی 2 اینا نوشتید، من اون تیکه آخرشو نفهمیدم که نوشتید آ مساویه 2 منفی 2 سوم. اینجا رو میگی دیگه؟ بله. از اینجاش که اینو دارم باکس میکشم متوجه شدی آقای سرداری؟ بله. خیلی خوب. من آ رو بردم سمت چپ، علامتش منفی شد، درسته؟ بله. منفی 2 بود اینور، یه دونه منفی ها رفت اونور، شد چی؟ منفی 3 قبوله؟ بله. منفی 2 هم که سر جاش مونده بود. حالا نکته که اینجا هستش اینه، بین منفی 3 و آ علامتش ضربه، یعنی این بوده منفی 3 ضرب در آ. علامتی که داره اثر میکنه، علامتی که داره عمل میکنه ضربه. وقتی میره اون طرف منفی 3 علامتش تقسیم میشه. علامتش یه وقت حواستون باشه مثبت نکنید، چون علامتی که داره عملگراست اینجا ضربه، به نمار تقسیم میشه منفی 2 تقسیم بر منفی 3 که منفی ها با هم میپره، منفی در منفی مثبت میشه 2 سوم. اوکی آقای سرداری؟ بله ممنون. خب آیه سوال دیگه هیراد بپرس. شما گفتید معمولا تو روش تشریح معمولا در معکوس نسبت اعداد کل عبارت ضرب میشه، در غیر این صورت چطوری حل میکنید؟ از مغزتون کمک میگیرید. اگر غیر از این بود سعی میکنید یه عددی پیدا کنید که اگر ضرب کنید سمت راست دوباره این آ تشکیل بشود. مثال میشه بگید؟ اگر مثال به چشم خورد تو مجموعه تمرینات که الان زیر دستمه، چشم مثلتون حل میکنم، وگرنه چون از قبل آماده نکردم همچین مثالیو ذهنی نمیتونم بگم، باید ببینم اگه زیر دستم بود چشم حل میکنم. خواهش کنم. خب آقای حسنی شما بفرمایید.
سلام صدا من داری؟ بله دارم. دوستان من 2 تا سوال داشتم. اول اینکه من تو مثال اولی که زدیم برای همون توضیحش همون فاصله‌شون 1/5 بود. خب من نفهمیدم چرا 5 رو بعد اینکه ضربش کردیم جمعش کردیم با بقیه. جمع نکردم، تشکیل شد. اینجا من 5 رو ضرب در آ کردم، سمت راست اینجا یه دونه 1 بود دیگه، درسته؟ من وقتی 5 رو ضرب در اینا میکنم این 1 تبدیل به 5 میشه. 5 1 5 تا. چون اینجا 1 بود 5 تشکیل شد، وگرنه من جمعش نکردم. فهمیدم. فقط یه چیز دیگه، من یه سوال میگم داشتم، روش فرمولی نمیشه یه دور دیگه توضیحش بدید؟ آره ببین فرموله اینه، میگه آقا عدد اول، یعنی مثلا تو همینجا عدد اول چنده؟ تو این مثالی که این پایین میبینی اینجا باکس کشیدم دورش. عدد اولش 1. 1 بله 1. نسبت اعداد چنده؟ 1/5. خیلی خوب، میشه 1 تقسیم بر 1 منهای 1/5، همینی که اینجا نوشتم. این میشه فرمولش. میشه یه دور دیگه بیارید من یه سیمسال از دست بگیرم؟ بفرمایید. مرسی. خب این از این. حالا ببین من یه سوال از آزمون جامعه بیارم که ترکیب دیروز و امروز باشه، ترکیب سوالات مسلسل باشه با حد مجموع، با حالا حد مجموع نه، همین مجموع دنباله اعداد. کجا گذاشته بودم؟ اینجاست. این خب شما فرض کنید من میخوام این سوال حل کنم بچه‌ها، که ترکیبی هستش از درس دیروز و درس امروزمون که هم کسر تلسکوپی داره توش، هم مجموع کسرهای نامتناهی داره. خب آقا من بگم جوابتو تو چت باکس بنویس های مرندی، اینم اگر درست بود چشم. خب میگن جواب 2 میشه دیگه. اگر کسی دیگه هم نظری داره، اگه قبلا مثلا حل کرده سوال رو، چون سوال از مجموعه چیز دیگه، از آزمون جامعه است، از همین فایلایی که توی کانالتون قرار دادن، از همون سوالاته. حالا آقای جعفری A میشه 2، نه B منهای 1 بیوم چند میشه؟ حاصل B منهای 1 بیوم خواست. آیا اونم 2 میشه؟ تا بچه ها فکر میکنید 2 دقیقه 1 دقیقه وقت بدیم بچه ها فکر کنن، جواباشون رو بنویسن تو چت باکس. خب آقای زبی هم میگن 2 میشه. خب مثل اینکه 2 میشه. اولین نفر کی گفت 2؟ ببینم آقای مرندی گفت. خب آقای مرندی بیا بالا ببینم چجوری 2 به دست آوردی. خب آقا گفته اگه 1 به علاوه 1 دوم علاوه 1 چهارم ادامهش بشه. خب اول ما اینو حساب میکنیم. گفته آ مساویه 1 یکم به علاوه 1 دوم به علاوه 1 چهارم و ادامهش. خب تناسب و فاصله بین اینا ضرب در 1 دوم شده. بدی هر کدوم از اینا رو اگر ضرب در 1 دوم کنی بعدی به دست میاد. یعنی نسبت اعداد اینجا ثابت 1 دوم. همه اینا چیه؟ 1 دوم. این ضرب در 1 دوم، این ضرب در 1 دوم، همه ضرب در 1 دوم شده تا آخر. خب
خب الانم باید اون عبارتی که گفته بی مساوی آی بلای یک اونو که نامتنایه ما آی به اضافه یک رو نگه داریم، بقیهش رو مثلا اسمشو میذاریم. باید اول خود این آ رو به دست بیاری های مرندی دیگه. این خود آی که هستش رو اول باید به دست بیاریم، بعد این کاری که شما میگید ادامهش انجام بدیم. خود آ رو چجوری به دست بیاریم؟ استاد چون خب این تشریعیه، من از روش تشریعی بگم. آره الان تشریح شده بود. بله. خب تشریح کل عبارت رو باید ضرب در این ضرب در یک دوم شده، یعنی باید معکوس بشه ضرب در دو کلش. خب خب اگه بشه ضرب در دو میشه دوه به اضافه سمت چپ رو ببین داری جا میندازی ها. من مطمئنم سر امتحانم سمت چپ رو جا خواهی انداخت های مرندی. دو آ مساویه دو به اضافه دو دوم خب به اضافه دو چهارم به اضافه دو هشتم تا آخر. سه نقطه‌ش هم اینجا من ننوشتم تا آخر. خب حالا باید اینا رو ساده کنیم. بله. ساده شد میشه دو آ مساوی دو به اضافه یک به اضافه یک دوم به اضافه یک تا آخر. الان دوباره آ کجا تشکیل شد؟ از یک به بعد دیگه آ دیگه. از یک به بعد دوباره تشکیل شد. خب الان میشه دو آ مساوی دو آ. دو آ مساوی دو به اضافه آ. دو به اضافه. حالا آ رو میبرم اون طرف. حالا اون طرف منفی میشه علامتش میشه دو آ منهای آ. دو آ منهای آ مساوی دو. مساوی دو. آ میشه چند؟ آ میشه یک. نه آ میشه دو دیگه. دو آ منهای آ اونورم دو دیگه. دو. خب حالا آ میشه دو. آ میشه دو. سوال اما چی رو خواسته بود بچه‌ها؟ سوال گفته بود این عبارت رو به دست بیارید دیگه. الان اینجا که اسکرین میگیرم گفته این عبارت شما به دست بیارید بچه‌ها. این عبارت رو باید خب ما از آی به اضافه یک از اون به بعد از اولی به بعد اون عبارت رو اسمشو مثلا میزنیم بی. اسمشو بزنیم بی. حالا قبلش باید چیکار کنیم؟ باید بگیم آقا جان الان من آ رو به دست آوردم دو، اینجا به جای همه این آ میذارم دو دیگه. اینا دوه، همه دوه. درسته؟ خب حالا به قول ایشون میگه آقا اینو تو جلسه دیروز یاد گرفتیم، گفتیم آقا این اگر اسمش بی باشد این ورم هست دو به اضافه یک تقسیم بره، دوباره همین دو به اضافه یک تقسیم بره. چون اینا داره تکرار میشه کسرهای تلسکوپیه تا بی نهایت هم میره، سه نقطه داره. کل اینو میگیریم همین اسمی که سمت چپ هست اسمشو میگیریم بی. درسته؟ خب حالا چجوری حلش کنیم آقای مرندی؟ خب الان میشه بی مساویه بی مساویه بی دو به اضافه یک بیو. خب الان من اینجا باید بیو به دست بیارم یا باید چیکار کنم اینجا های مرندی؟ خب اینجا بیو بخوام به دست بیارم نه سوال هم من چیو خواسته؟ سوال خواسته بیو به دست بیارم یا چیو به دست بیارم؟ سوال گفته بی منهای یک بی. آره سوال این هم من خواسته شما گفته بی منهای یک بیوم چقدر است، یعنی حاصل اینو خواسته از شما، نگفته که بی چقدر است. اگه بی رو میخواست باید حدس و خطا میرفتیم یا گزینه ها رو چک میکردیم، ولی اینجا حاصل بی منهای یک بیوم میخواسته. الان وقتی اون خواسته ما به این میتونیم این عبارتی که داریم رو تبدیلش کنیم، میگیم بله میتونیم ببریم دو رو اون طرف بی رو بیاریم این طرف بی هم منفی میشه علامت
میشه همین عبارتی که از ما خواسته میشه میبریم اون طرف BMN های دیو. بله میشه BMN های 2 یک بیوم مساوی میشه. BMN های 1 میشه 2 بله این چیزی که داشت خواست و تشکیل دادیم. لازم نبود بی رو به دست بیاریم چون اصلا BMN های یک بیوم رو خواسته بود از ما. اگر بی رو میخواست باید یا حدس و خطا میرفتیم اینجا تو اینجایی که الان دارم نشون میدم، یا باید حدس و خطا میرفتیم، یا باید تست گزینه میرفتیم، یا اینکه میومدیم از روش حل معادله درجه 2 استفاده میکردیم. ولی اینجا بی رو نخواسته، گفته بی منهای یک بیوم چقدر است که یک بیوم بردیم اونور، بی منهای یک بیوم که تشکیل شد. خیلی دیگه بچه‌ها سوال، اونایی که دستشون بالا سوال دارن اگر سوال دارن میکروفونشون باز کن بپرسن. آیه حسنی سوال دارید بفرمایید. حسنی سوال داری؟ دستت بالاست. خب نداری. اینو هم متوجه شدن. خیلی خوب. حالا عرض کنم خدمتتون که پس این شد کسرهای مجموع کسرهای نامتناهی که یه مثال اینجا گفتیم به روش هم فرمولی رفتیم هم روش تشریحی رفتیم. یه مثال 2 هم اینجا گفتیم. بعد اینم مثال 3 بود، بنویسیم کنارش مثال 3 از آزمون جامعه 1-2 سال پیش که ترکیبی بود از عبارت‌های نامتناهی که A اینجا شد 2 و جایگذاری کردیم اینجا B منهای 1 بیوم هم شد اتفاقا چی 2. خب یعنی حالا برم ببینم من دیگه چی سوال آماده کرده بودم. اینی که حل کردیم. اینم بچه‌ها توی آزمون جامعه بوده. خب این فکر کنم همونی بود که حل کردیم. آقای زبی پرسید. بچه‌ها این سوال 18 که اینجا می‌بینید، این سوال 18 دقیقاً سوال آزمون جامعه سال گذشته تابستون بوده و همزمان اگر دقت کنید همونی بود که زبی از من پرسید اول کلاس که حل می‌کنید، دقیقاً شبیه سوال 50 تستی است. همونه آقا شبیه نیست گزینه‌اش هم. آخه تو 50 1 منهای 1 دومه، اینجا یک کم داره. آره و اینا دقیقاً این همونه، یه دونه حالا یک کم داره، هیچ فرق دیگه‌ای با هم نداره. ببینید دقیقاً اگر شما مجموع تمرینات رو حل کنید واسه امتحان آزمون جامعه آماده میشید، هیچ چیز اضافه‌ای نداره. خب حالا دیگه چی داشتیم می‌خواستم بهتون بگم. یه دونه هم بچه‌ها از کسرای تلسکوپی من اینجا واسهتون یادآوری حل کنم دیگه به عنوان آخرین مثال کلاس تابستونی ما با شما باشه. مطلب جدیدی نیست. خب اینم بچه‌ها سوال آزمون جامعه بوده توی علامه. حالا توی فکر می‌کنم اسفند ماه و اینا بوده، آزمون جامعه های جلوتر بوده، آزمون جامعه های تابستونی نبوده. خب من اینو بخوام حلش کنم باید از روش کسرهای تلسکوپی استفاده کنم دیگه، درسته؟ خب الان من این کسرهای تلسکوپی بخوام استفاده کنم بعد ببینم جمع صورت و مخرجا، جمع اعداد مخرج تو صورت یا تفریقشون تو مخرج یا هیچ کدوم نیست. به ترتیب تبدیل کنم به تیپ اول دوم یا تیپ سوم کدوم. اینجا نگاه کنید 3 5 شده 8 5 7 صورت 12 7 9. ببین جمع اعداد تو مخرج کجا ظاهر شده؟ تو صورت ظاهر شده. پس این چیه؟ این خودش یه دونه در واقع نوع 2، لازم نیست به چیزی تبدیل کنیم. خب تیپ نوع 2. اینو من میام این پایین باز شدهش رو می‌نویسم، میگم آقا این که تیپ نوع 2 لازم نیست اصلا به چیزی تبدیل کنم، خیلی راحته، از همه سوالات این راحت تره. اولی قبلا بوده چی؟ 5 به اضافه 3 مخرجش هم 5 ضرب در 3. بله پس این تیپ نوع 2. دومی هم همینجوری دوباره صورت بوده 7 به اضافه 5 که نوشته 12 مخرج بوده 7 ضرب در 5. هیچ تا آخر همینجوری دیگه. فقط باید دقت کنیم اینکه هر کدوم از اینها رو ما میتونیم به صورت تفکیک شده بنویسیم برای اینکه ساده بشه. و نکته مهم اینه که وقتی منفی داره اینجا پرانتز باید بذاریم. بریم جلوتر بهتون بگم. اولی اگر من باز کنم 5 به اضافه 3 تقسیم بر 5 ضرب در 3 میشه 1/5.
به اضافه یک سوم. تیپ نوع 2 دیگه. تیپ نوع 2 جمع میشد. اینجا یه دونه باکس بکشم، یه دونه ابر بکشم، تیپ نوع 2 رو یادآوری کنم. تیپ نوع 2 این بود بچه‌ها. صورت جمع 2 تا عدد بود، مخرج ضرب 2 تا عدد بود. بعد تفکیک می‌کردیم میشد یکی، حالا فرقی نداشت کدوم، به اضافه دومی معکوسش بود. اینجوری تفکیک می‌کردیم. خب های مرندی میگن گزینه 4. بریم جلوتر ببینیم گزینه 4 یا نه. خب 1/5 به اضافه 1/3. منهای اینجا که منها میذاری بچه‌ها باید پرانتز بذارید. چرا؟ چون قراره 2 تا چیز جلوش بنویسیم و منها تو جفتش اثر میکنه. 7 به اضافه 5 تقسیم بر 7 ضرب در 5 اگه باز کنم میشه 1/7 به اضافه 1/5، ولی اون منفی پشتش واسه جفتشون، به خاطر این پرانتز میذارم. اشکال اصلی بچه‌ها تو حل این سوالات تو آزمون جامعه اینه که این منفی رو قرار میدن پرانتز نمیذارن. این اشکال اصلیه. این سوتیه که میتونید بدید. اشکال اصلی قرار ندادن پرانتز است. وقتی منفیه باید پرانتز بذاریم دیگه که تو جفتش اثر کنه. خب بعدی مثلا حالا دیگه چند تا شد، بعدی مثبت دیگه 16 تقسیم بر 7 ضرب در 9 بوده 1/7 به اضافه 1/9 دیگه تا آخر. اینا همه با هم چیه؟ ساده میشه. اولی میمونه و آخری بچه‌ها. این آخری هم می نویسم منفی 1/13 به اضافه 1/15. پرانتز فراموش نشود. ضبیحی هم میگه گزینه 4. ضبیحی نظرت عوض کردی؟ یه بار گفتی گزینه 1. اینا مال سوال قبلی بود. نه یکی بعد سال 50 بود. سال 50 بود. خیلی خوب. میگن گزینه ضبیحی میگه 3 میشه، مرندی میگه 4 میشه. ضبیحی همون 4. حله 4 میشه. خب 50 تا چیز اینجا نوشتی. من کجا بدم کدوم؟ خب این از این. بعد هر جا بچه‌ها نفهمیدید کجا پرانتز بذارید کجا پرانتز نذارید، همه جا پرانتز بذارید. حتی اگه مثبت بود، اگه قاطی میکنید یادتون میره، همه جا پرانتز بذارید که قاطی نکنید. خب اولی میمونه و آخری دیگه. منهاشون جواب میشه 1/5 که اولی باشه، 1/3 ببخشید اینو من جا نوشتم، یک کوچیک بزرگ نوشتم. اونی که میمونه اینه. اگر مثل من برعکس بنویسید آخرش هم اشتباه به دست میارید. اولی اینه 1/3. اولی رو از اینجا تشخیص بدید، از صورت اصلی سوال تشخیص بدید. آخری هم از صورت اصلی سوال تشخیص بدید. 15 میشه 1/3 منهای 1/15. حتی اگه اینجا هم جابجا نوشتید، چون مثبت فرقی نداره جابجا بنویسید، برگردید برای اینکه آخرش ساده کنید. اگه می‌خواید از روش عادی برید بگید مثلا اولی منهای آخری معکوسشون، بیاید از صورت اصلی سوال اولی و آخری رو بخونید. 1/3 منهای 1/15. اینا نکات خیلی مهمیه. من دارم اینجوری میگم، من روش رد میشم. سر امتحان قشنگ بهش برمیخورید، متوجه میشید من چی دارم میگم. خب ساده کنیم میشه 4/15 دیگه. آیا تمام شد؟ بله تمام شد. این دیگه خیلی ساده بود. این گزینه 4. بله. آقای سرداری گفتن 3، نه گزینه 4 میشه. و آقا جانم هیراد اول گفت که قبول نیست، عوض کرد 4. آره بچه‌ها من گفتم 3 بخاطر اینکه هم سوتیر دادن که اضافه کردن. آره اینا ممکنه بچه‌ها این اولی و آخری که می‌نویسید حال نرید این وسطی‌ها رو ببینید کدوما با کدوما ساده میشه. میگه آقا اولی آخری. بعد اولی و آخری اگه جابجا نوشته باشی چون جمع دیگه مهم نیست که کدوم اولی بنویسی. اینجا آخرش غلط در میاد. یعنی روش غلط این بود مثلا می‌نوشی 1/5 منهای 1/15. مثلا این هم غلط میشد. بعد حواستون باشه اولی و آخری کدومه. بعد روی خود صورت سوال اولی آخر تشخیص میدید. و اینم ساده میشه. اصلا این کارم نکنید. اگر خیال اینا بشید میگه 1/5 با این منفی میره تو. من اینو یه ذره چیزتر بنویسم، جامع‌تر بنویسم که حالا که بعد زحمت کشیدیم این رو نوشتیم حیف نشه. پرانتزا رو برمی‌داریم، اون منفی‌ها رو ضرب می‌کنیم توش، میشه 1/3 به اضافه 1/5. بعدی میشه منهای 1/7. نگاه کنید منفیه تو جفتش داره اثر می‌کنه. منهای 1/5. این منفیه تو جفتش اثر کرد. بعدی مثبت پرانتز هیچ کار خاصی نمی‌کنه. 1/7 1/9 تا آخری جفتش دوباره منفیه. 1/13 منهای 1/15. بعد ببینیم کدوما ساده میشه. اگه یا 1/5 که پرید، 1/7 هم که این دوتا رفت،
همینجوری میره تا آخر 1/3 منهای 1/15 میمونه، میشه 4/15 گزینه 4. یه سوال دیگه بود بچه‌ها، اگه خاطرتون باشه چیکار می‌کرد؟ اون سوال قبلی میومد تبدیل می‌کرد به تیپ نوع 1، تبدیل می‌کرد به تیپ نوع 2. اینجا همچین قضیه نیست، خودش تیپ نوع 1 هستش و حل میشه. مثلا شما مهرماه هم معلممون هستید؟ بله احتمالاً اگر خدا قسمت کنه مهرماه هم در خدمتتون خواهیم بود. 11:15 دوستان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگر خلاصه کوتاهی بوده ببخشید، از بزرگی خودتون ببخشید. شما خسته نباشید. بپرسید مرندی اگر